امروز دوشنبه است 25 تیر 1403 ساعت تقریبا 9 شبه و این 8 بازار رو در حال حاضر مد نظر دارم تا ببینم کدومشون رو انتخاب میکنم. برای اینکه همه شروط اوکی باشه پیش بینی کنم قیمتش میره بالا و از بالا رفتن قیمت اون بازار سود کنم. نمیدونیم چی میشه، یه بازیه که نمیدونیم چی میشه بعدش. خیلی خوب باش، واقعا فهمیدیم که بعدش نمیدونیم چی میشه. فعلا 29 تیر 1403 جمعه ساعت 9 شبیم. من دوشنبه داشتم کل بازارها رو چک میکردم، اما قالب استراتژیم روی هیچ وضعیت قیمتی پیاده نمیشد، واسه همین هیچ کاری نکردم و فقط صبر کردم. الان در حال حاضر میبینم توی این بازار نیوزیلند فرانک، یعنی اینجا که بود، توی این قسمت که بود، متوجه شدم این یه فرصتیه که من شرط دادم که میره به سمت پایین، اما اقدام نکردم. خب بعد از اون قیمت اومده پایین، من همچنان منتظرم به این خط برسه، میشه شب و میخوریم به تعطیلات. 2 روز تعطیله، دوباره دوشنبه باز میشه و ببینم چی میشه. صبر میکنم ببینم فرصتم میشه یا نه، آیا این قسمت من هست یا نه. من منتظرم، من عجله ندارم، من منتظرم تا ببینم. من باور دارم به استراتژی خودم. نره پس چی شد نیوزیلند فرانک؟ من اینو نگه میدارم و فکر نمی کنم تا انتهای شب، چون دیگه آخر شب، این آخر هفته است، فرصت آنچنان نیست. احتمالاً بره برای دوشنبه هفته بعد. حالا معلوم نیست این بشه یا نشه، ولی ویدیوی هفته بعد رو با همین شروع میکنم، با بازار نیوزیلند فرانک. مرسی. فعلا که نمیتونم بگم کنف شدم یا هیچی نمیتونم بگم، چون خب ضرری نکردم، فقط بازار رو نگاه کردم، تماشا کردم. هر چقدر قیمت ها تغییر کرد، خب اون چیزی که من میخواستم نبود و اون چیزی که من میخوام به موقعش میاد، منتظرش هستم. حالا چه توی این بازار چه هر بازار دیگه ای، و وقتی سیر خودم رو پیدا کنم تیکه پارش میکنم. مرسی تماشا کردی. فعلا